بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام میگویند که وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. در حقیقت شنوید الله تعالی سخن آن زنی که همراهی تو جدال میکرد، کشمکشی میکرد، فی زوجها در خصوص شوهرش، و تشتکی الی الله و به الله تعالی شکایت میکرد و الله تعالی صحبت هر دوی شما را شنوید. این آیت دلالت میکند به اثبات صفت سمع، شنوایی، و این را الله تعالی با صیغه ماضی و مضارع آورد. یعنی الله سبحانه و تعالی شنوید و می شنود. قد سمع الله قول التي، الله تعالی شنوید در حقیقت سخن خوله بنت ثعلبه را در خصوص شوهرش اوس بن صامت آمده شکایت کرد. گفت که یا رسول الله این مرا زیهار کرد، یعنی تو برای من مانند مادرم. گفت طلاق زمان جاهلیت بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن حکمی که در بین مردم جاری بود و عادت مردم جاری بود حکم میکردند تا مادامی که قرآن برخلافش نآید. از جمله صله. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به وای رسیدند، حالا مثلا پیغمبر نبودن، صله داشتن. ابو جهل صله داشت، ابو طالب صله داشت، مردم عرب صله داشتن. وقتی که پیغمبر شدن تا آخری وفاتشان پیغمبر علیه السلام صله داشتن. الله تعالی انکار نکرد و صله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه امر کرد و نه نهی کرد، همین گونه ماند. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق عادت مردم مکه حکم طلاق کردن. گفت که یا رسول الله آخر اینقدر فرزندای زیاد دارم، زمان جوانیم را استفاده برد، امروز در زمان پیری من بیرون خانه کرد، دیگر من جای رفتن ندارم، دیگر چیکار کنم یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم نمیدونم، همین قدر میدونم که تو به شوهرت حرام شدی. میگفتم او میگفت که من اگر به پیامبر علیه السلام شکایت کنم و شکایتی من فایده ندهد چیکار کنم؟ گفتن که به الله تعالی شکایت کن. و صحبتش با همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم دور و دراز بود. بنابراین الله تعالی ببینید در همین آیت هم صیغه ماضی هست، قد سمع الله، در حقیقت شنوید. یعنی حادثه وقتی که روی داد بعد الله تعالی شنوید سخن آن زنی که همراهی تو جدال میکرد و شکایت به سوی الله تعالی کرد. سپس به الله تعالی شکایت که یا الله، گفت در زمان جوانی مرا استفاده برد، امروز من اکنون پیرزن شدم، همراهی کودکان نابالغ و بسیار هم مرا طلاق داد، مسئله مرا ببین. وقتی که شکایت کرد الله تعالی این آیت را نازل کرد والله یسمع تحاورکما. گفت الله تعالی مکالمه شما را شنوید، یعنی صحبت شما را شنوید. حضرت عایشه بسیار از قفای دیوار حرکت میکردن که شنوند که این زن به شوهر عایشه چی میگوید. اینقدر سخن دور و دراز با پیامبر صلی الله علیه وسلم کرده ایستاده است، نمیفهمید. وقتی که آیت نازل شد بعد حضرت عایشه چخیلی که در صحیح بخاری ثابت است گفتن که الحمدلله الذی وسع سمعه الاصوات، حمد به الله که شنواییش تمام آوازها را فرا گرفته است. و حالا که من در قفای دیوال بودم، از ناحیه خانه ایستاده، از یک کنج خانه ایستاده، نشنیدم آن چیزی که به شوهرم میگفت، اما الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان شکایت زن را شنوید و آیت نازل کرد. خب آیت دیگری
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. در حقیقت الله تعالی شنوید سخن آنهایی که گفتند که الله تعالی فقیر است، سبحانه، الله تعالی کمبغل است، گفتند و نحن اغنیا، و ما بای هستیم. بعض مفسرها میگویند که وقتی که حضرت ابوبکر یا یهودی را دعوت به دین مقدس اسلام کرد، گفت که ما با آن الله اگر حاجتی نداریم، برعکس او به ما حاجت دارد. نمیبینی که او از ما قرض پرسیده ایستاده است؟ ما از او بایتر هستیم، او از ما قرض پرسیده ایستاده است. گفت بعضی علما گفتند که برای همین نازل شد. و یک شیخی را دیده بودیم در مکه و در دیگر کشورها هم چند مرتبه هم نشست شدیم. متخصص به جن بود و واقعا در حضور ما و در بسیار دربارش معلومات داریم که چندین جن ها اسلام قبول کرده است در دست همین شیخ از اهل مکه، و بسیار جن ها رو به قتل هم رساندگی هست، یعنی با قرائت سوره فاتحه و فلق و ناس. واقعا متمکن بود و یک ثبتی صدا بود وقتی که به شیخ یا بیمار زنک زنگ میزند، وقتی که شیخ مثلا جواب میگرداند الکی زن بیهوش میشد و جن گپ میزند. این نامش صرع میگن، بیهوش شدن بیمار رو با زبان بیمار جن گپ میزند. اگر مشاهده کرده باشه با همین آواز جن تلفن شیخ ثبت کردگی است، به ما مونده دادن، گوش کردیم. سبحان الله، یا جنی که 5000 ساله جن، یعنی جن ها عمری دراز میبینن نسبت انسان ها. حتی ابلیس من از زمان آدم زنده بود تا حاضر زنده است و تا قیامت زنده است. بعد همین جن، صحبت های همین جن برای ما مونده دادن، صداش گوش کردیم. سبحان الله، با شیخ جدال میکند. بعد همینجا میگوید که تو کی هستی؟ میگوید که من نصیحت میکنی؟ میگوید شیخه. میگوید شیخ من، میگوید هیچ کسی نیستم، من یک مسلمان هستم، وظیفه مو امر معروف نهی منکر، بنده های الله تعالی را ترسانیدن از دوزخ، دعوت به جنت. خلاصه بعد میگوید که من میشناسی من کی هستم؟ همین جن میگوید من، میگوید شخصیتی هستم که فلان میلیون شخصیت ها را کافر کرده هستم. من یک جنی هستم که هر روز چندین انسان ها را به کفر میبرم، یعنی به نزد سحرگر میبرد، به عمل سحر ترغیب میکند دیگر و دیگر. همین عملهای کفر و عملهای بسیار بزرگش رو ذکر میکرد. از جمله عملهایش همین که من، میگوید همراهی همون یهودانه که ان الله فقیر و نحن اغنیا گفته بودن، من همونجا بودم. میگوید من هم گفتگی هستم. میگوید یعنی یکی از سخنهاش، یعنی همین قولی که الله تعالی در قرآن میگوید که ان الله فقیر و نحن اغنیا، این من در نظر دارد. میگه یعنی من در همون گروه بودم. میگه و من 5000 سال این جانب با الله بزرگ مبارزه برده ایستادم و من فخر میکنم که با این قدر ذات قهار جبار، با این قدر ذات عظیم کبیر متکبر، من این قدر سالها 5000 سال این جانب مبارزه برده ایستادم، با همین من فخر میکنم. گفته درباره وقتی که شیخ اول پیش از این سخنش نصیحت میکند که الله تعالی ذاتی بزرگ است، بعد میگوید که من الله تعالی رو از تو خوب میشناسم. گفته یک نوع الله سبحانه و تعالی رو وصف میکند. اگر از همین جای وصفش گوش کنید فکر میکنید که اون خطیب جمعه در جمعه الله تعالی رو وصف کرده ایستاده است. فکر میکنید همین خیل وصف طبق قرآن و سنت الله سبحانه و تعالی رو وصف کرده ایستاده است. قدرت الله تعالی، عظمت الله تعالی، جلالت الله تعالی، بزرگی الله تعالی را، همه صفات های بزرگ الله تعالی رو ذکر کرده. میگوید که من فخر میکنم که با این قدر ذات بزرگ 5000 سال این جانب مبارزه برده ایستادم. بعد
خلاصه کلام کوتاه میکنیم. شیخ دیگه از شیخ عالم است، دیگه شیخ کم صحبت کرد دیگه، فقط الله تعالی میگه موفق کرد که وقتی که گناههایش را ذکر میکرد، گناههایش بی‌نهایت همش گناههای کفر و شرک، بسیار گناههای کلام و عددی گناهش هم بسیار و طولانی گناهش هم. وقتی که این گناهاش ذکر میکند و فخر میکند، میگن که میدانی، میگن با وجود همین قدر گناههایت اگر حاضر توبه کنی همش الله تعالی میبخشد. گویان جین گریه میکند، همین گریه میکند، میگه سبحان الله، این میگه الله خیلی هم ذات خوب است، ذات بزرگ است که همین قدر گناه با یک دهن راست میگویی توبه کنم میبخشد، لیکن من توبه نمیکنم، من میخوام که الله تعالی مرا به دوزخ در آورد. میگه خلاصه همین جین اسلام نمیبرد. شیخ در جده میگه کشتم، یعنی شاهد همین که من میگه در همون قطار همون آدم هایی که الله تعالی در قرآن نقل کرد لقد سمع الله، در حقیقت شنوید الله تعالی سخنی آنهایی که، یعنی آنها چند نفر بودن، من همون الذین رو میدارم، میگم آنهایی که قالوا ان الله فقیر، الله تعالی کم بغل است و نحن اغنیا، و ما بایها هستیم. من میگم از جمله ما بودم. خلاصه در اینجا الله تعالی میگه که الله تعالی شنوید سخنهای آنها را، اثبات صفت شنوایی به الله سبحانه و تعالی در این آیت و در آیت بالایی. آیت دیگری ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم، الله تعالی میگه که آیا این مردم گمان میکنن که ما سر آنها و نجوای آنها را نمیشنویم؟ نجوا سخنی که شما در یک خانه هستید و جا آدم های زیاد هستید، لیکن دو کس به گوش همدیگر گپ میزنید، پست گپ میزنید، یا اینکه دیگرها زبان شما را نمیداند بلند گپ میزنید لیکن دو کس گپ میزنید، نجوا هست. سر بین دو کس پنهانی در خانه الهیده، در جای الهیده سر است. شما گمان میکنید که الله تعالی سر شما و نجوای شما را نمیشنود؟ بله، بلکه میشنود. اثبات صفت شنوایی، حتی نه فقط آواز بلند را بلکه سر و نجوا را میشنود. بله و رسولنا لدیهم یکتبون، ما میشنویم. غیر از این که ما میشنویم، نمایندگان ما یعنی فرشتگان کرام لدیهم یکتبون، در نزد آنها می نویسند. کرامن کاتبین، در پهلوی در کتف راست و چپ دو فرشته هست، هر یک عمل خیر و بدی انسان را می نویسد. خب اننی معکما، آیت دیگر اننی معکما اسمع و ارا، این در حق موسی علیه السلام و هارون دادرشان که هر دو پیغمبران الله تعالی بودند. انی معکما، من همراهی شما هستم، میشنوم و میبینم. یعنی اینجا معیت الله تعالی، همراهی موسی و همراهی هارون بودن الله تعالی هم معیت ذاتی نه، یعنی الله تعالی با ذاتش همراهی موسی و همراهی هارون در مصر نه، بلکه با علمش و با شنواییش و با بیناییش، خیلی که آیت خود دلالت میکند. اسمع و ارا، شما نترسید، لا تخافا، نترسید از ظلم فرعون. ایننی معکم، من همراه شما هستم، میشنوم و میبینم. هر گپی که فرعون علیه شما میگوید، هر تدبیری که علیه شما میبیند، من میشنوم و ارا، و چیکاری که میکند من میبینم. یعنی من نمیگذارم که وای شما را ظلم کنم. نترسید. اثبات صفت شنوایی و صفت دیدن. و این چونین در واقعا در حدیث ها آمده است که پیامبر علیه السلام صفت های شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی اثبات کردن و شیخ الاسلام رحمت الله علیه در پایانتر کتاب ذکر میکنند. لیکن اینجا حدیث ابو موسی اشعری را برای فهمی
طالب علمان ذکر میکنیم برای آسان شدنش که چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کردن. گفتن که یا ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم، به نفس هاتون مشقت نکنید، جانتون رو به عذاب نگذارید. اینو بلند الله اکبر سبحان الله گفته داد میزدن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اربعوا علی انفسکم، یعنی به نفس هایتون آسان گیرید، وزنی نکنید، داد نزنید. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، شما یک ذاتی کر را دعا نکرده ایستادید، طلب و درخواست خود را شما از کر نپرسیده ایستادید. ولا غائبا، و یک ذات غایب نیست الله تعالی، یعنی انکار کردن صفت کریت و صفت غایبیت را. ولكن تدعون سمیعا بصیرا، لیکن شما یک ذاتی را دعا میکنید که شنوا هست، بینا هست. ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته، آن الهی که آن پروردگاری که شما دعا کرده ایستادید و نزدیکتر است به شما از گردن شترتان دیده. برای چی گردن شتر مثال آوردم؟ برای اینکه آن چیزی که مسافر در رو به روش میبیند گردن شترش است. مسافرای عرب علال خصوص در بالای شتر رفته ایستادن، بلند الله اکبر میگفتن، با بلندی برای الله اکبر میگفتن، با پستی فرویان سبحان الله میگفتن. این سنت است. فقط وقتی که پیامبر هم انکار نکردن ذکر آنها را، انکار آوازی بلند را انکار کردن. جانتون در نکنید، گله هاتون در نکنید، بلند داد زده. الله تعالی میشنود و میبینه، کار نیست گفتن. خب و آیت دیگری درباره صفت بینایی الله تعالی میگه که قوله الم یعلم بان الله یرا، این در حق ابو جهل لعنت الله علیه نازل شده است. الم یعلم، مگر ابو جهل ندانست که الله تعالی میبیند؟ الذي یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، الله تعالی ذاتی که تو رو میبیند وقتی که به نماز برمیخیزی و اینچنین در سجده ها تقلبی تو رو میبیند، یعنی از سجده میخیزی به سجده میروی، همه این حالت هایت را الله تعالی میبیند، صفت بینایی. و در آیت دیگر الله تعالی میگوید که قل اعملوا و قل اعملوا، و در آیت دیگر الله تعالی میگوید که و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون، بگوی پیامبر علیه الصلاة والسلام به مردم عمل کنید، مهنت کنید، عبادت کنید، زود است که الله تعالی عمل شما را میبیند، پیغمبرش میبیند و مؤمن ها هم میبیند. در اینجا اثبات صفت فسیر الله، زود است که الله تعالی عمل شما را میبیند، صفت بینایی و دیدن به الله سبحانه و تعالی. اهل سنت و الجماعت به الله تعالی صفت شنوایی و صفت بینایی اثبات میکنند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که و علی ذلك يدل الكتاب والسنه مع الكتب المتقدمه التوراة والانجیل والزبور فقد اتفق عليها نصوص الانبیاء. و در این مسئله، در مسئله شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی، کتاب قرآن دلالت کرد، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت کرد، همراهی کتاب‌های پیشگذشته، تورات، انجیل، زبور و سخن‌های پیغمبرها همش متفق است. و اقوال السلف، قول سلف و ائمه العلماء، امام‌های علما، نه فقط علما هستند، با امام‌های علما هستند، علمای هستند که به دیگر علما با امام هستند، پیشواهای علما. و دلت علیها صرائح المقولات، و بر اثبات صفت شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی قولهای مسلمان ها صراحتاً دلالت کرده است. حتی اشعری ها و ماتریدی ها صفت شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی را اثبات میکنند، اگرچه اثبات آنها مکمل نیست. حتی کلابی ها اثبات میکنند. خب
شنوایی و بینایی صفت کمال است. بنابراین الله تعالی خداهای مشرک ها را عیب کرد. ما لا یسمع و لا یبصر. برای چی شما خداهای باطل را پرستش میکنید که آنها نمیشنود نمیبیند؟ گفت یعنی عیب کرد آن خداها را. برای چی شما اینها را عبادت میکنید؟ در چندین جایهای قرآن کریم الله تعالی عیب کرده است که این خداها نمیبیند نمیشنود. مفهومش چی است؟ مفهومش این است که الله تعالی میشنود و میبیند. خب این درباره صفت شنوایی و صفت بینایی الله تعالی است. همین قدر کفایه است برادرها. دوامش گیریم. یک صحیفه دیگر 3 آیات. یعنی یک صحیفه دیگر. خب خب و قوله و هو شدید المحال. و این چنین قول الله تعالی که الله تعالی شدید المحال است. محال اصلا از کلمه حیله گرفته شده است و بعضی علما مکر ترجمه کردن. شدید المکر. الله تعالی ذاتی است که سخت مکر میکنه. شدید الاخذ بالعقوبه ترجمه کردن بعضی، سخت عقوبت میکنه. و بعضی علما رحمت الله علیهم گفتن که معنای شدید المحال در لغت شدید الکید. کید الله تعالی شدید است. کید یعنی مکر الله تعالی. این صفت های هست که اصلا صفت های مذمت است، صفت های بد است. لیکن خوب فهمیدن در کار که اینها صفت های بد است ابتداءً. کسی که سر میکنه در این صفت بد است. و هو شدید المحال. و قوله و مکر الله و مکر الله والله خیر الماکرین. اینش در حق عیسی علیه السلام نازل شده است. و مکر الله مکر کردند و الله تعالی هم مکر کرد. الله تعالی ابتداءً یعنی سر کرده یگان کسی مکر نمی کنند. مکر یعنی از طرف یک شخصی بد به طرف یک شخصی نیک، یا به یک شخصی که بیگناه هست یا به یک شخصی که ظلم نکرده است مکر کرده می شود. مکر یعنی به هنگام کشتن، به او یک مکر آماده کردن، یک قبقان. این در حق یهودا گفتگی یکی از نزدیکترین شاگردان حضرت عیسی علیه السلام بود که به عیسی علیه السلام خیانت کرد. جای پنهان شده عیسی را به یهودا خبر داد. یهودا آمدن و در پیش همین بود. وقتی که در آمد الله تعالی جبریل را فرستانید. اون خانه بود که مقصد در بالای بامش جای سوراخی بود. مردم ما موری میگویند. پیشتر در داخل خانه ها آشتان و دیگ بود. آتش و دود به همون موری برآمده میرفت، به همون سوراخی. همین خیلی جا بود میگن. حضرت جبریل آمده حضرت عیسی را برداشت و فقط صورتی روی حضرت عیسی را به همین یهودا گفتگی شاگردشان الله تعالی داد. اونها در آمدند و همین شاگرد کشتند. این شاگرد خیانت به عیسی کرده. جای پنهانی که امانت بود جاشان به دشمنا گفت جاش کجا است، شهرش انیق کن، دولتش انیق کن، جاش انیق کن، دوستی پیدا کن با وی انیق کن، ما رفته دستگیر میکنیم. مقصد این خیانت کرد که الله تعالی مکر کرد. یعنی نزدیک شده ایستاده، شاگرد شده ایستاده، استاد فروخت. الله تعالی هم خیال کرد که همون طرفدارانش خودش به قتل رسانیدن. و مکر کرد و الله تعالی هم مکر کرد. والله خیر الماکرین. الله تعالی بهترین مکر کننده است. بنابراین الله تعالی بدترین مکر کننده نه. بنابراین الله تعالی را خالی گفته نمیشد. مطلق الله تعالی مکر کننده گفته نمیشه. این صفت الله تعالی نیست. فقط کسی اگر مکر کند
بعد الله تعالی مکری خودش به هلاکت میرساند که این دلالت این صفت کمال است. خب این گفتیم در حق حضرت عیسی علیه السلام نازل شده است. بنابراین الله تعالی که و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و ما یهودا را لعنت کردیم به سبب چند عملهاشون، از جمله به قولشون که ما مسیح پسری عیسی را یعنی عیسی پسری مریم را به قتل رسانیدیم. گفتن یهودا. الله تعالی میگه که و ما قتلوه و ما صلبوه، به قتل نرسانیدند. الله تعالی انکار کرد. و ما صلبوه، چارمیخ هم نکردند، ولکن شبه لهم، ولیکن به آنها مانند کرده شد. و این الذین اختلفوا فیه لفی شک منه، خودی همون قاتلای هم شک کردند. آخه گفتن این یهودا است کو، این تنه یهودا است. نه گفتن من این افت عیسی است کو، صورت عیسی است کو، ما عیسی را کشتیم. گفتن و بعضیشون گفتن که نه آخه این تنه را بین، این سر و لباس بین، آخه آدم حجمش قد و بستش فرق میکند کو. گفتن آخر این عیسی نیست. بعضیشون گفتن که این عیسی هست. الله تعالی میگه که ان الذين اختلفوا فيه لفی شک منه، خود آنهایی که به قتل رساندن اختلاف کردن، در شک و شبهه بودن که ما عیسی را کشتیم یا یهودا کجا شد این باشد. اینا وقتی که به داخل بنا در آمدن، اولین شخصیتی که آوردن همون یهودا بود، شاگرد حضرت عیسی علیه السلام. و این به قتل رساندن دیدن زمان، چون که صورتش صورت عیسی بود، روی عیسی بود. الله تعالی به او مانندی داد، شبه لهم، الله تعالی مانند کرد، صورت عیسی را بر روی او داد. آنها در آمدند و به قتل رسانیدند. خب عیسی را کشتند. یهودا کجا شده خیلی باشد؟ یهودا را یا جبریل برداشت رفت؟ نه، البته الله تعالی عیسی را برداشت. خب ما لهم به من علم الا اتباع الظن، اونا علم ندارند مگر هم یک گمان. و ما قتلوه یقینا، در حقیقت عیسی را به قتل نرسانیدند. آیت دیگری الله سبحانه و تعالی میگه که و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون، آنها مکر کردند، ما هم در مقابل مکر آنها مکر کردیم و آنها حس نکردند. یعنی شما در خانه‌تان نشستید، شما شخصی به کسی ظلم نمی کنید، شخصی پاک هستید. یک شخص به خانه شما به دزدی در آمد یا به قتل شما در آمد ناحق، شما همین خیال کردید که خودش به قتل رسانیدید، یا یک چاه کافتید که وقتی که به خانه شما دزدی در آمد به چاه افتید. یعنی شما اینجا مکر کرد، شما او را به مکر افتانیدید. این صفت کمال شما هست. الله تعالی از ابتدا یگان کس را مکر، کید، یعنی این صفت ها کید، حیله، فریب، نیرنگ، مکر، خداع، فریب، مسخره، یخادعون الله و هو خادعهم. ببینید آنها الله تعالی را مسخره میکردن، یعنی یهود، یعنی منافقا، و هو خادعهم، الله تعالی آنها را مسخره کرد. یعنی جواباً بر مقابل مسخرهشان الله تعالی مسخره کرد. فریب دادن، الله تعالی فریب داد. الله تعالی فریبگر نه، مکار نه، حیله‌گر نه، نیرنگ باز نه. لیکن وقتی که کسی همین خیل پین دارد و همین خیل عمل کند در مقابل دین الله تعالی، در مقابل الله تعالی همین خیل کرده او را در مکر خودش می الله یستهزئ بهم، الله تعالی با آنها استهزا میکند. استهزا اصلا صفت خوب نیست. مسخره کردن، همز و لمز کردن، تحقیر کردن، این صفت الله تعالی نیست اصلا. لیکن وقتی که آنها استهزا کردن، الله تعالی آنها را استهزا کرد جواباً، و این صفت کمال حساب میشد. میگن انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا، آنها کید میکردن، من هم در مقابل کید آنها کید کردم. خب این آیت ها اثبات صفت حیله، مکر، کید و مانند این صفت ها، یعنی ما به الله سبحانه و تعالی اثبات میکنیم
лекин хуб бояд фаҳмида шавад ки чӣ хеле ки ибн алқаим раҳматуллоҳ алайҳ дар ин бора як сухане доранд фаҳмотар аст. ибн алқаим раҳматуллоҳ алайҳ мегӯянд ки дар китоби савоиқ алмурсала ибн алқаим раҳматуллоҳ алайҳ мегӯянд ки анна аллоҳ таъала лам ясиф нафсаҳу билмакри валкайди валистиҳзаи валхидаи мутлақан. аллоҳ таоло худро бо макру кайду истеҳзою хидо фиреб мутлақ васф накардааст. чӣ хеле ки илм, қудрат, биноӣ, шунавоӣ инҳоро мутлақо васф кард, аммо ин сифатҳоро мутлақ васф накардааст. бал ала ваҷҳи лҷазаи лиман фаъала залик, балки ҳамчун аз рӯи ҷазо ба он одамҳое ки ҳамин кора карданд. касе ки ҳамин амалҳоро кард, аллоҳ таоло ҳамчун ҷазо ҳамин кора кард. ва ҳува ҳасанун, ва ин кори хуб аст. вақте онҳо макр карданд, кайд карданд, фиреб доданд, аллоҳ таоло онҳоро дар макри худашон, дар фиреби худашон, дар чоҳи кандагии худашон худашонро ҳалок кард. ин хуб аст, ин сифати камол аст. ва инна афъала ҳазиҳи алалфаз ла яҷузу итлоқуҳа ала аллоҳи таъала. ин лафзҳоро мутлақо аллоҳ таолоро бо чунин сифатҳо васф кардан мумкин нест. аллоҳ таоло масхаракунанда ҳаст, фиребгар ҳаст, ҳила кунанда ҳаст, гуфта васф кардан мумкин нест. вала юштақу лаҳу минҳа асма. аз ин сифатҳо иштиқоқ исм карда намешавад. маккор ё макир гуфта намешавад. лианнаҳа тумдаҳу фи мавдиъ ва тузамму фи мавдиъ. чунки ин сифатҳо дар як мавзеъ таъриф карда мешавад, дар ҷои дигар мазаммат карда. ин сифатҳо мутлақо сифати хуб нест. дар баъзе ҷоҳо сифати хуб аст агар ҷавобан бошад, ва дар баъзе ҷоҳо сифати бад аст. бинобар ин дар ин масъала аҳамият диҳед. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.